سوالی دیگر، در حوالی اما 50 سال می شود که قبر شهید هست. آیا ما میتونیم که از بالای همون خانه سازیم؟ یعنی برادرای عزیز، اگر حتی قبرستان ده هم من دیدم در حواشی همی خلاصة الفتاوا از عبدالحی لکنوی یک مجموعة الفتاوا بود. همونجا من خواندم که از 35 تا 40 ساله حضرت فتوا داده است که اگر گورستانی که از بگیم همو عمر همو گورستان 40 سال گذشتگی باشد که در دوام همین 40 سال یگان مرده نو گراندگی نباشد. یعنی همو گورستان وقتی که گورانیدن تمام شد پر شد، از بالای همو اگر 40 سال میگه گذشته باشد، این حالت هم میتونن که بالای همو در یگان زراعت هم کنن، بالاش در امارت هم که کنن، درسته. اگر به شرط شهیدی که در خانه باشد، یعنی این به تنهایی که هست، وقتی 50 سال از بالاش گذشته است، در بالای این امارت اجازت برادر عزیز. یگان زیان و ضرر اگر شهید باشد، شما میتونید که مقصد به خاطر این آدم درجه شهادت که بردگی هست، شما در حقش یگان خیر کنین، یگان احسان کنین و بر روحش ببخشین. خدا خواهد انشاءالله هم روح او شاد می شود، هم کار شما کار خیره. یعنی این خیل عقیده نکنین که همین شهید بر ما ضلال می رسانه یا همین شهید بر ما فایده می رسانه. اینهاش همشه ای جانبی الله بدانین. یعنی شهید وقتی در بالاش امارت هم که کردین، شما ترس وهم نکنین. چیزی را که دوستای خدا اجازت دادن، از آن جمله در فتاوای محمود الفتاوا هم مفتی خدای نظرم همین نظر عبدالحی لکنوی را آورده است که از 40 سال می شود که دیگر در بالاشون امارت های زراعت های هر چی که کنن جایزه.